انسان تو وزن با اشکین مسیح رومی بگویان میدونه های رومی تعالی الله سر نماز و سر زکات بندن یعنی مالی رومی تعالی دایه درائل رومی تعالی نرزی اصلی سخاوتی اصلی سر کفرو یعنی انو نماز راحتی خود سستانی خود انو اشکینو بترکنو مسیح امر رومی تعالی بگویی های رومی تعالی هم ثوابی انو ورد عملان بیشو ای را ضاف مثل محیط رومی تعالی ای را رومی تعالی ضاف آیتان دا محض اقامه صلاة اداء زکات اولئك هم المؤمنون حقا هم جامع اعمال قلبی ببو عمل قلبی عمل ظاهری هم قلبی خود مسیح رومی تعالی ببو همجی نماز خود روزه خود زکات خود حج خود منهیاتان خود محافظه بکرو انان مؤمن حق وایل ایمان حق گرچه ایمان گرچه وایل ایمان احکام رومی تعالی خود تصدیق بیار و جا عمل صالح وقتی که عمل صالح نیکو مؤمن حق نیو رومی تعالی این مؤمن قبول نیچه ای گرچه وایل ایمان لهم درجات عند ربهم اینا را درجه پیل استهد رومی تعالی درجه پیل اینا را احسان کنو درجه عالی جنت ساندانو بسبب قدر اعمال اینا و مغفرت من ذنوبهم و رزق کریم رومی تعالی گناه اینا غفر ننو سبب توبه اینا رزق کریم رزق ون في النهاية هم تعالى إذا يحسنك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا أي إيمان بهم تعالى إطاعهم بكروا پیامبری بكروا وإعراض نيكم أمرهم تعالى وآبني أمرهم تعالى امر پیامبر صلی الله علیه و سلم و آبی میگین و انتم تسمعون شما قرآن اشناونو شما حدیث اشناونو وعظان اشناونو به انو شدلان که شما اشناونو بندر بنو به انو وضعیت را و آبی میگین عبادت مستعد هم تعالی و اعراض میگین عبادت هم تعالی ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بابن زي مردمی ما اشناون يعني اونا شكل ما فرق قبول کنن اونا بناون حقيقة قبول زي ما يعني ما قبول کنن لكن ارشد مخالفت بأمرهم تعالى بأمر پیامبر صلی الله علیه وسلم را امر النهی خود تطبیق نیکنو لكن فوقنا göstermiş budur. Yani göstererek bu o tatbik için gösteriş iman tıkuru tıkuru navnayış lakin gerçek bu tatbiklik ona mebin o meban ona إن مردمان کننه gerçek tatbik بکنید قلب شما خبر شما yok yani قلب ظاهر شما yok مؤمنی حق قلب ظاهری yok قلب ayrı ظاهر ayrı ذات ما قلب خود başka ظاهر ما başka aynı ama gerçek vahid imanı
غير إيمان هم جرك هم ذرية تبرية سيئو بنابه ورد الطرفان مسيحهم تعالى هم قلبا مسيحهم تعالى بقول هرچی به حرکاتی خود مسیحهم تعالى بقول كل نماز بقول روزه خود زکات بقول اون تطبیق بقول باجو گناهان هم بقول فستاتی گناهان تسویه فمنع بفلوك الله تعالى ما دام منع من شأن الجناهان كان الله الله ومن منع من كان إني راجعت بترك أيضا فستي كم قبو الجناهان لكن شميش قبو وما تعالى منع كان أيضا وإيرا محافظة بقول إن المؤمن يحقق يرجع مش بقول تعشتين أنا بقول يعني أنا بقول تجربي إنه يرجع أنا نشيله من كامل نيو أمي راح تجربي كوكا فستاتي جناهان تكويو ومن منع كردني يرك ما أنا بود فرصت تكنوا ما قيد ما جناهان شد من انخوني كي نشو جناهان كيف فرصت يفش ففرصت والله مش كانت وفرصت تكنوا وقتی اونا بزرگترین مردم بنو مؤمن ایضا قوم تعالی این مردمی که فرصتی گناهان تکوین فرصت رد فرصت بترکنو و محفظه بخروجه های گناه قوم تعالی این را اتفاق کرد مقام عالی را احسان کرد في محشر جهود في قوم تعالى این را اکرام اتفاق کرد جو انفو فرصت گناهان تکو انسانا نیکو ایضا قوم تعالى قالوا نبس ای منافقی دعوه كانوا ما گوشتاری كانوا ما قبول كانوا بزون قربانو لكن بقلب خود تكذيب كان رد كان بس يقول ظاهري قالوا ما كانوا لكن بقلب يقول قرار يكون نيدار لسر اطاعه قومي وكيانبر اونا مبس انو قومي تعالى بون الشمارة اونين اجي ان الشمارة رجاكا ترى قلبي شما ظاهر شما سيئو بنابو انو جوستر شان بناولو شكلي قبولي اطاعات وجوستر بيش فكرو بعد شكرا نحن فكرو اجاني فكرو اونا مبس انو بان الزبادي فلاكت شما مردم وقت وعظ النصيحات وارجاء اشناوت هي زمان ونح فكروا ونيي فيش جزاي فيش يوجي ان الدين الاسلام بعد پیامبر صلى الله عليه وسلم علماء تبلیغی انسانان کرد العلماء ورثة الأنبياء علماء وارث پیامبر صلى الله عليه وسلم تبلیغ واقعی اینان کرد أيضا حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم رفع حضرت أبو بكر الصديق حضرت سلمان الفارسي إمام قاسم إمام جعفر الصادق شاه أبي يزيد البسطامي را بگیر شاه النقشبند إمام رباني مولانا خالد حتى رفع
حتی شیعی سبکی سعید افندی شیخ صلاح الدین افندی اینکه زمانی وکاسی اینان دا از من وکاسی فوقانی شما و شما من از واقع همه پیامبر تبلیغ شما چند وقتی که شما دنیتا به واقع مانین و تبلیغ ما خود تبلیغ که همه تعالی شما محافظه کرد همه تعالی شما رزیل و رسوا کنید در دنیا و آخرت و فلاکت آنو برمی شما چونکه این وظیفه ما وکالتی این پیلان دا ما شما را تبلیغ کنید وکالتی گیلان دا این وکالتی طریق نقشبندی ما شما را تبلیغ کنید بانو پیرن مشایقان مریدان خود ذکر ارشاد کرد قلبی اینان نمر کرد چونکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بانو بكل شيء جلا و جلا قلب ذکر الله همه چیون را جلا از خاص بنو خاص قلب ذکر همه تعالی بنو ایضا ما شما تبلیغ تشویق شما کنو لسر ذکر شما ضاف گرفتندرو اصلاح نفس و فکر و یوج نماز شما وقتی که لسر ذکر و نماز دقت بکنو اشتراک جماعت نمازی که به جماعت بکرو شما خوش گناهان اشکیل محافظه بکن وقتی که اونا نیبو شما نیشونون محافظه بکن وقتی که شما شد اوینان کای کرد خوب کای کرد تلویزیون سیر کرد جبه هوای نفسی که شد شما نیشونو که بر رسم سعادت و سلامت شما شد فلاکت پیامبر صلی الله علیه و سلم بانو إن مسلم البخاري رواية كانوا قالوا ملائكتي مشتاق بنج ذكر أسو دائما جيرينو كم جا بنج ذكر في أينا ذكر حتى آسمانان حتى طرف آسمانان سبتين في أينا ذكر كانوا دعاء كانوا أهل الجماعة را يا رب فغفر اللهم صل عليهم واغفر لهم وارحمهم يا رب فغفر ان الرحمة كي رب باشتراك الذكر لازم مستحق الدعاء إنام كريم أيضا أن الفرسات ذات يقول نرم أصل مش بيك أن الفرسات أستو أن الفرسات gerek şema bastırmış bir müfessel. Daima ve ibadet, taat, zikir en şekil takip bıkru kuzu günahın eşkin muhafaza. Vakti ona nibu konişin günahın muhafaza. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benzetmişken banu نماز اون وقت نماز سیف بر شما یو نهر شیرو شما خودشو اون وقت زنین لمنی نیماننو به واسطه اون وقت نمازی میلی گناهان نیمانن گناهان پنگ کن همید کن واسطه نماز و گناهان محافظه کرد. ایضا ضبط سر نماز هم تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم ضبط سر نماز بنده. ایضا باز سستایی تنبلی که از ما نماز ترک ننو ایضا ما فتادان غیر گناه یعنی قصوری ما ترک نماز أيضا سننكهم تعالى قالوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون نبن زي مردمی منافقی دوبا ما اشناوت قبول کردش و دان و نونایش و حد ذات خود قبول نیکی نور اونا مبرن از الفاتح و تعالی تبلیغ شما کنو ایجابات شما را واضح شما خود تکلیف کن هم قلبا هم بعمل كل
وضعیت و حرکت خود تثبیت بکنه این وضعیت. که منافقان حرکت نکنه. گرچه مؤمن گرچه مسلمان مؤمن حق و بناو برای هر کس شما گرچه مؤمن بزن حرکت قلب شما سی و بینا مخالف امر همه تعالی برای حرکت شما را نبود. شما اگر به اون وعد سوز این سوز دان من گرچک از اشکین دنیان شما اونا نیبو از نفرت کرد. این وضعیتی از اسمر به خبردار بی ذات بردار یعنی شما سر به سر به خرابی شد سر به سر طلاکت یعنی شما وضعیت شما سر به سر خراب اینو درس از میان شما شد به شما نیست ترکنا یعنی یو ضرب آخر چه بگو یعنی شنو لیکن از اونینو که شما دائما آپیش یو حسا نجباتی پیمه شما گرون نجعی ما گیر وقتی که اونا بو انو ما پی محضون بنو پی متأثر بنو ما ذوق نگیر وقتی که شما باتی ما خود تطبیق بکن بیارو جا ما ذوقین پیچه بکن ایرا ما شما تشویقی توبه کن بس حتی شما سکر ای طرفه مکن چه کرد شما اگر سلطان و گرچک ما اسلامیت آور ما زید کن وقتی اونا نیبو ما اسلامیت میان خدا ون کن ما نیوازینو که میان شما دا ون بگو چونکی این محل ارشادی پی من محل جایی خدمت ای بیزیر انی وازینو که این منطقه دا ون بگو ذات خدمت شما اختیار شما زون هر چند جنس شما واقف این وضعیت ذات نیوشی لیکن اختیار شما ذات واقف نیجو سیاسی زمستان اختیار رحصل به اونا شکل دنیان شما دا خدمت کرد برای اثر ای بگو که شما شی تبلیغ اولادان بکن تبلیغ اولادان بکن سروند رو احکام اومه تعالی بدی اجرا کرد وقتی که شما اجرا نی که شما مسئول شما چی که منهی حرام دنیان شما دا ایجاد بگو شما نی بینو مانع شما مسئول پیر شما مسئول گنجی مسئول همه مسئولیت یعنی سر شما پیرونان اینی را اتفاقا هر دو گرکی یو بینان را نصیحت بکرو گنج خود بیارو پیسر بکرو گیرا رجا بکرو که اینی گناه هم مد اینی چی بیا حرام ایجاد نکرو ببن سببی اینی چیون کم که بسبب گناهان کم آی گناه بکرو تیرن گناهی اینا یعنی سوال کرد یعنی کم که بسرحتر اندر گناهان کم آی گناه بکرو تیرن گناهی حمد گناهی اینا ومتعالى آی سبب را محافظه کن سبب یه سوال کن که آی بی سببی گناه ایضا شما گرک نی بی سببی گناه خودت سببی خیر و خیراتان عمل باش عمل صالح و اون الشکل سال پیش فایده نیکید وان ولو تليت عليكم التوراة والإنجيل بانو فایده نیچینو انجا فایده کردش در قبول اطاعه امر همه تعالی شما چنو یا نیچین اینو شما وقتی بکرو سال بکره اسلامیت آور شد شما بنو یارده چی اسلامیت شما بنو معاونی اسلامیت
اینو ما شما را واضح شما بگو معاون اسلامیت یاردم چی بگوش اسلامیت را هر کس بخوت خود جرامی خود اسلامیت خود را قبول بکن قبول کن از وکافی کی خدا مريدي قبول كانوا يقبل هم تعالى في خاطر البيت بركات بس في شمارة مجلس شيء شمارة يمكن شو أثر منه كل واقعي نصيحة شما أشتاون جلس هذا التصديق نفسك شما هذا التصديق هذا فایده دینی یا خود شما تصدیق کرد اونو باز بری خودلندی را چه بسید؟ چه؟ خودی یا فایده چه؟ فایده اینی که لازم به نفسی بود اشتاق به اولادان بود اشتاق فایده مردمان برست دینا اینا شما نصر ناطقم امر الله تعالی إنكم داعي وكان تقل أطيع الله وأطيع الرسول داعي محمد صلى الله عليه وسلم داعي الشيء نفسه وتسكت وأطيع محمد صلى الله عليه وسلم الشيء جلس بندر بلو وتسكت شما همه چیزه حلال جيزان وحرام جيزان لكن في هواي النفس بشنو مضان ونيبان لشما وطاني دان وباقي ما يديكين بوش ما ميان شما دا ينو جيرين شنو دني رام ما يو بنان استفادة نبين من نفرت کرد از إطارة في شما اگر باقي مكينو از ينو ميان شما نيكينو انينو ميان شما ان خدماتي في من اهم شما را کرد مادم که این ثمره دمیانی شما را چنو تنین قلبی من راحت تنو که از دمیانی شما را بگیره تنین ذوقی گرزدید فایده چنو اینو گرزدی که مردما گیرین و اونا نیو گرک شما یو حصه بگیر خود تصدیق بکن باطی ما بانو خب تا چنیو گرک این باطی خود رو ایجاد بکنو بیارو جا خودش میشه لازم نیو مهاریو هوان هنر واجو دونو ما باطی اومه تعالی بانو پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بانو خب خدا نیارد جا این باطی هم کرا جهد بکنو چوالا میش بکن اینو احکامان انواطی و خود رو بیارو جا تطبیق بکن قوم تعالی منهیاتان منع انسانان کرد چی کن منهیو گرک مردم خویی را محفظه بکن این مملکت شما دا چرا گرک بمار بیکای کردش اینو گناه پیلو که شما وقتی که فرصت بگرو اینو گناه پی در پی ویشتن پیرو گناه دمیان شما دا اجرا بن کم صورن لی اینو حتی کمو که اینو منع بکن ومن تعالی فرصت دا انسانان اینو دنیا دا واقعی بابا به تجربه انسانان کن خود به واقعی حرکت کن کنی کنو در آخرت هم معاخذت بکن خود به دم واقعی حرکت بکرو رسول سعادت سلامتی مکافات بدهی کن نیکنو جزا بدهی اینی را فرصت داشتم لیکن اینو واقعی هم پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم تطبیق کردشی حقی کم گرب بیارو جا این واقعی هم تعالی احکام الهی حقی کم تطبیق شما چرا احکام الهی خود تطبیق نیکنی چرا احکام هم تعالی شما جهاد نیکنی یا بینان را
يو نصيحتي كينو شوف يوم تعالى وانو جرك سما دنياني يو بنان دا احكام الهي خود تطبيق بكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم امر كانوا اذا رأيتم منكرا فليغير بيده والا فبلسانه والا فبقلبه وقت في الشماء دنياني خدا يو تشيكو منهي منكر دي جرب دست خود ببدل هوا دي كذب بالظن يكون دي كذب بقلبه شبابانو نبلا ظلم يعني شما دا يو بنا ظلم كنوا طب وقتی بشو يو ظلم كنا حقيمي دا جين بني قمار كايتن بني توب كايتن بني ماجان سيتن بني شنو شهران گناه كن نماز تركنن روزه تركنن این وضعیتان مردم سنین اصلاح کرد این وضعیتی حالا شهران دا شما خبردار نیو این علاقه شما نیکن لیکن دوی شما دا مملکت شما دا وقتی چی و حرام ایجاد نیو حق شما ایمنه مثلا قمار اینو حق شما پیرونان الگرگانه گرد شما اینو وضعیت بدون منع کردش وقتی که شما منع نکن فرمز به دستی خود گرد یاردمی بود یوبینم این حیوان زونی گو واجر یوبینم اینو وضعیتان شما گرد حیوان اینو حق شما حق منی از بیر قوغه بکرو هر کس را حق ما وظیفه ما واقع همه تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم تبلیغ شما کرد شما دا این تطبیق گرفت نفس گرفت تطبیق اینو بسیط نزان شما این جون اسلامیت اونا بسیط نیو اونا راحت نیو این آخر زمان دا هر کس میلی گناهان کنی هوای نفس انسانان تابان و گناهان پیدما شیطان شنو این میل هر کسی پیدما شیطان و میل هوای نفسی چه باز پیدما حرکت کنی وقتی اونا باطه همه تعالی انسانان در تأثیر نیکی گرک مردم جهاد جهاد بنفسه في سبيل الله بالنفس فرص الرائد همه تعالی در جهاد نفسی کوئی اقناع نفسی کن مطیع امر همه بردی اینی هر فرد گرک نفسی کن تکن مطیع امر همه تعالی چه نقصانی از چه گناه از کج این همه گناه و محفظه بترک چی گناهو گرک یی بترک اگر طرف را بوندر چی گناهو دران وقتی که به نفسی گل را جهاد دیگر که آرزی نفسی بشه این آرزی نفس انسانان بنو هلاک بنو فلاکت مردمان تابع شیطان کن و متعارضان این الشیطان للانسان عدو فاتخذوه عدو شیطان دشمنی انسان دشمنی حضرت آدم گیرد دشمناتی کرد طبیعی اولاد بنی آدم را دشمنی گرک مردم پیدمایی نیشون پیدما هوای نفسی بنیشون پیدما اتباع شیطان شنیشون انسانی اتباع شیطانو اینش دنیای ماذا از گرک ما پیدما ینا نیشون الحب في الله والبغض في الله قابه همه تعالی یوبینا حد بکنو قابه همه تعالی گرک نفرت خوب درائر همه تعالی داشیر و حد بکنو علاقه بناو خوب درائر همه تعالی را نشینو
على طول إيرا ببرد درك تبليغ بكر تبليغ رايد حق بكر باجر الدين النصيحة الدين نصيحة عبارة درك لأولادكم نصيحة بكر كون أولادكم نصيحة بكر كون بانو إن الرأي تنين إن الرأي رمش إن الرأي رمش إنه ما بير نقصان إنه وزيات ما أولادكم تربية نكين تربية دين نيدونو برنية ما سمدي هم تعالى إيران نجبرين قلبي نشكنين هنا يومنا را geçim بكرو هنا بنو وهم تعالى مسؤول كان كعبة الله تعالى بارو كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته شما بير مسؤول جماعيته مسؤولية الجنيج سبتهم الأسوء اللاج الكيناج بيجي هما خوف درايل وهم تعالى نشن أتباع كيمة ما تل إنسان مسؤول كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته كما صلى الله عليه وسلم فهم شيء إيجاب كان إن باطرة كامل شما بير مسؤول جماعية يخد سمدي كما باطر كامل يا رجال شما را بزمكن كم إن دشميش بنو كم في حركات كانوا إن باطر ترتيب چرا ما گره این باطل پیامبر خوش شیر دنیای مادا گره ما مدرکی به مسئولیتی خود ما مدرکی مسئولیتی خود بود خوش مسئولیت بخلص اینو ایجاب کن ما خوش مسئولیت بخلص وقتی که شما خوش مسئولیت میخلص ننو هم شما خلص ننو مسئولیت با آخردای بنو أيضا الميان الشمال دا جيرينو أني وازينو كما يوبين هم بخاف gerçek Fatıma خدا تطبیق کنو زمدی سعادت اجتماعی اخروی بان ما نیوازنو که شما آخر جهنم دا بمشنو شما اولاد صالحان خدمت پیمم با شما باوقال شما را خدمت کیش جعلیه بندی بیو ما وازينو که شما اولادی ترس سعادت السلامتی فمستحق عذاب عقاب نيكي قابين ما ينميان شما را گیرینو لكن انه قريب جرزياني واضح شما باطل مكانو ازيان شما دا گیرین واضح کنيكي انه صوت نيدان من ازيان شما دا نگیرین نه از شما شنازن نه شما مبشن قابه همه تعالى ما قابه همه تعالى ينميان شما دا گیرین مملكت بيجي أصلا لكن هي من اختياري خدا ضمني وشي خدا ضمنيان شما دا گیرا دستر جنه شما بوزر التحيات الفاتحة وهمان شيون كرد أني واضح إنه أثر ضمنيان شما دا فنبو أيضا الچارنن ينميان شما إلا هم يو وقت ينميان شما گیرینو يو فرصت بينو ينميان شما شما قابه تعالى يو سبب منفعت انسانان بنگ انسانان بدرو دل دشتری انسانان چرا مردم گوشتاری این مردم نیکن چرا گره پیواتی حرکت نیکن همه تعالی شما خلق کرد نعمت دا شما احساناتی همه تعالی بیشتر از شما چرا نوم کوری بکنی گره نعمت همه تعالی همه تعالی وانو ولی شکرتم لازیزنکم اگر شما شکر نعمت همه بکنو همه زید کنو بیشتان شما ان النعمتان شما اشکین مقابلی وجه یوم نعمتی صحت و بدن و مال و کی و اولاد و رزق و همه چی شما را احسان کرد شما پشت خودتون امر همه تعالی خود تطبیق نکنو انو کن سبب فلاکت شما دنیا و آخرت هم دنیای شما شنو هم آخرت شما شنو انو مثلا هنا وشما ان الزمان
برمی شما دا شما اونا راحتی زمان بگیرین اینو شما را اونا راحت مانن اونا زن نکنید فلاکت ایش در آخر زمان دا هر کس گرک اسلامیت اظهار بکن افشا بکن خود تطبیق بکنو یا بنا رایش تبلیغ بکن افشای اسلامیت اعلای کلمت الله گره بکن ثابتو فاتحه تعالی تمام انسانان حکمران بمون آبجوی دست خود چپید گره خود تفسیر نیکن هر کس هند زونایشی خود گره تبلیغ فاتحه تعالی یا بنا را گره واجب همه این امر کرد اینو بکن اگر لاجی خو اگر اقربای خو وارده خو برازای خو جیرانی خو انبازی خو چی خو هندی زونایشی خو گره فاتحه تعالی تبلیغ بکن اقناع بکن بیارو رای هدایت گیره ثواب بکن بکن رهبری یو بیارو هدایت هندی هدایت گیر عملی هم تعالی گیره خیر ثواب نویسین بکن سبب یو بکن دلالت چی یو بینان تشویق دلالت نکره یو بینان تشویق هدایت دو دشمش بگو تفکر بکنو چی دا گناه است چه فعل تج عبادت طاعت منع کنو چه گرد تج عبادت طاعت منع کنو دعا پیوردن گرد دعای بتره چه وضعیتی کو دنو مانعی تو نماز چه اشتراکی جماعت چه اشتراکی ذکر چه فعل و حرکت دنو مانعی تو گرهی بتره تو گرک düşürmüş. Kim benim manaydı? Acaba kay kardeşiydi? Hep onayı kay kardeşiydi? Televizyon sen kardeşiydi? Boş boşuna şema kahvada ruşenu, ninu cemaatinin, icmalikinu, zikirlikinu, emri home ta'ala kudu tatbiklikinu, kim benim sebebiydi? Esbab-ı venik, esbab-ı kütüz, ibadet, taat, men'a kenu. انگره ازاله بکن وقتی کتیه ازاله بکن بترک میل تو یعنی سر عبادت طاعت میل تو بیشتر سر عبادت طاعت چیز میل تو دان و عبادت طاعت اینی را چبالامیشتو اینی را غیرت چیز آپه دانوج عبادت الطاعت آپه گیروج عبادت الطاعت این افعال و حرکاتان گرک بترک مثلا شیطان دسر گنجان داست بندن بانو گنج دهی گنجی خود ببیرود حالا زمان خود ببیرود همه توبه ببیرود حالا اصل چه زمان که اصل امر دوین و صافیین و نینو اینو که تنیشینو توبه بکنو سرائل همه تعالی حرکت زبا مش خلیل اشتینو عبادت و طاعت بکنو گناه بیش بنو ظالم بنو قلبی وش بنو وعظ و نصیحتی را تأثیر میکنو وقتی که کونا ظالم بی وش بیو نشنو نصیحت شیطان بترک و تاد رایل حق رایل هم تعالی بکن آی را چرا به واقع شیطان این وسوسه خیاناتی که آنو یعنی این نصیحتی که بسد شناسنن شما را این رد بکن حقی همه شما همه گنجانو کن این گرک شما رد بکن این آرزوی شیطان و هوای نفس
هواي النفس شيطان انه تطاندان الرايد حق رايد هم تعالى سوف الدنيا كنت رايد حقا سوف تتجنب جناحان هم تعالى مساعدة تلتاج جناحان مساعدة كذب جناحان وقت مساعدة هم تعالى تشنيو بإنراء هم تعالى ما دام في منع تكاد تسانين في بالغ عقل بالغ جلك أمرهم تعالى خذ التطبيق أمرتهمي هاي خلق جلك سي أمري حركة سي أمر الشيطان سي أمر أتباع الشيطان سي هواء النفس بدر على جبهي ومن تعالى باشبوش برا ندا إنسان أحكام يفتح بالإختار قرآن أرشاود اگر إيمان شما بالقرآن أشتو باطي بالقرآن دا أشتو إن باطيا بالقرآن القرآن دا فرق ثلاث أشياء شنو إنو دقت بكر بارو نماز خو بترك يا وانو بكر بارو روزي خو بگير يا وانو نيجي بارو زكاة خو بدر يا وانو ندو بارو زنابك يا وانو نيجي بارو قمار كايك يا نيجي بارو كتراو يا وانو نتراو بارو تزور بكر يا وانو نيجي فتنة وفسادي فائز حرام انجي مهلياتا حتى لا أشكر چه امر کرد گرک به واسطه امری حرکت اگر تیبه است بکن چه با گرک سیی بشن تو اونا بکن من ایواتی کتب قرآن اینان جده است گرک سیف قرآن حرکت وقتی چه مستنیم تو ایمان تو قرآن است فالذي خدوان آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روز آخر ایمانی تو سالمیش کنو باکتو دادتو وانو موجه شما وانو شما را ابتزانو که روز آخرت استو قابل روز آخرت چه ذات ایجاب کرد گرک انو زادم تو بحضر گرک تو برنی خدا دنیا دا بحسب عملی خود تو بحضر شوف پیامبر صلی الله علیه و سلم الدنیا مزرعه الاخره دنیا هیگای آخرت یعنی سنین تو سمد دنیای خود استقبال کوئی دنیوی برای دنیا لازم تو بخبر تو دنیای خود قضایی بکنو آخرت چی اونا و جرات قابی آخرت قضایی تو بگو تو بشن الرأس مكافات أخروي وأطيعوا الله ورسوله بالتسليم لأحكامهما والاعتمار بأوامرهما والانتهاء عن نواهيهما إن كنتم مؤمنين تحقيقا أجر شما مؤمني حقيقي أجر شما مؤمني حقيقي جرك إطاعة شما بأمر بمو به پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به تسلیم بیشی احکامی این امری به اوامری همه به نواهی همه تعالی نهی کرد این چون خود تطبیق کن چه امر کرد بگو چه منع کرد و این را محافظه بگو اگر تو مؤمنی گرچک حقیقی مؤمنو اینو چه امر کرد گرد بگو چه منع کرد بکن محافظه وقتی اونا نبود نیبو گرچک مؤمن نیو سلیم مؤمن وقتی همه تعالی خود رو نیانو جا تطبیق نیکنو بجن نواهیان محافظه نیکنو جو منحیاتات سلیم بنو مؤمن فإن المؤمن الحقيقي
والذي كتب الله بقلم العناية في قلبه الإيمان وأيده بروح منه فهو على نور من ربه. فمن حقيقي أنكو هم تعالى بقلم العناية قلبه إذا إيمان نشت إيمان يأسو بتيع أمرهم تعالى وتصديق أمرهم تعالى كانوا فجنواهيان محافظكم هم تعالى تأييدي كانوا نصرتي دانوا الشيطان شهواء النفس دانوا محافظة كردش لسر نور طرف ربي يقول لسر نور الشكل ده كانوا قلبي يبقى ان الارضي اشارت